لایکس خیلی خوشم به ویدیو آموزشی چنل خودتون درگم کنم. امروز اومدیم این چیز جادویی چی داره برامون که براش وسیله درست کنیم. فکر کنم با همین سه قلم براتون یه دونه در خوشگل مخفی درست میکنم. اول برای ساخت باید یه دیوار داشته باشید که 2 لابلاک باشه. نکنید 2 لا. اونجا که قراره در بذارید تک در است بچه. یه در اینجوری میندازید. بعد خیلی آسون اینجا رو اینجوری میکنید. یه دونه از همین اسمش نمیدونم چی بود از اینا میذارید در این صورت. بعد به تابلو هم نیاز دارید. نه اینجوری دوست ندارم. خیلی خوب. بعد به این صورت بشه که این اولیه در باشه، دومیه همین چیزه باشه. بعد شما به یه دونه وسیله نیاز دارید برای اینکه برید داخل درتون، یعنی درتون براتون باز شه. میایید اینجا وای میستید، یه چی میندازید در باز میشه، رد میشید میگیرید در بسته میشه. بعد خواستید برید بیرون بازم اینجوری میشه، برمیدارید در بسته میشه. این هم یه آموزش کوتاه خفن برای شما. مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. پارت 2 چالش نابودی جزیره درگان امروز پارت 2 شو میذارم. تا ویدیو دیگه خدافظ.